انسان قابلیت های خود را آن وقت درک می کند که اگر کوشش کند آنها را نشان دهد. یک آدمی بای بوده است و او یک دختر زیبای داشت. او می خواهد او را به شوهر دهد، اما شبهه می کرد که جوانان او را برای محبت به زنی می گیرند یا تنها برای پولش. و او قرار کرد که امتحان گذراند. او آدمان را جمع کرد و گفت کسی که این حوض را شنا کرده می گذرد، موافق خواهشش یکی از این سه بایگری مرا می گیرد. از سه یک حصه زمینم، از سه یک حصه پولم و یا دخترم را به زنی می گیرد. لیکن شما باید دانید که در حوض 10 تا تیمساح شنا می کند. او سخنش را به آخر نرسانیده علیکه یک جوان پسر خود را به حوض پرتافت. بای حیران شد. چقدر مردانگی باید داشت و چقدر خواهش و قرارداد لازم بود برای این کار. تیمساح‌ها از پس او در افتادند، لیکن جوان پسر تیزتر شنا میکرد. تیمساح‌ها کوشش میکردند که به او را رسند، لیکن او باز هم تیزتر شنا میکرد. همین طور او توانست گریزد و به آن سوی حوض برآید. بای حیران شد. با یک چند پشیمانی از جوان پسر پرسید که تو میخوای از سه یک حصه زمینم را بگیری؟ نه، گفت جوان. بعد بای پرسید تو ممکن از سه یک حصه پولم را میخوای گیری؟ و باز همان جواب را شنید. بای کمتر آرام شد و الکی با شنیدن جواب مثبت باوری پیدا کرده پرسید تو میخوای دختر مرا به زنی بگیری؟ اما جوان پسر باز جواب داد نه. نباشد تو چی میخوای؟ پرسید بای حیران گشته. و در جواب شنید من آن متهم را میخواهم که مرا به حوض تله داد. این مثال نشان میدهد که نه همه میتواند امکانات های جسمانی و ذهنی خود را قدر کنند، اما در حالت های فوق‌العاده این قابلیت ها روی میزنند. این جوان هیچگاه با خواهش خود را به حوض نمی پرتافت. انا همین طور استاد خوب مجبور میکند که آن کاری که شما به خواهش خود هیچگاه کردن نمیخواهید کنید، اما او به شما یاردن میکند که قابلیت های خود را پیدا کنید. استاد بعد میتواند گوید خوب این را میتوانی پگاه کنی، اما این محبت نیست، این دلسوزی است. اما دلسوزی جراح بیمار را به مرگ آوردنش ممکن است. انا چرا باید در خاطر داشت. خدا حافظ.